صحابگان کرام در مدت 10 سال چنان علم آموختند، چنان علم رو به تمام دنیا رسانیدند که 1400 سال زیادتر از بین رفت. این خودش دلالت به حق بودن این دین مقدس اسلام، با وجود بسیار بودن دشمن ها در اون زمانه، با وجود نقشه های دشمن های اسلام، یهود و نصارا، مشرک های عرب، همه یک جایه می شدن، مجبور می شدن، اونو با هم دیگر دشمن بودن. یهود و نصارا یک عمر در تاریخ دشمن آمده بود. مشرک ها هر دو اینا رو بد می دیدن، هر دو اینا مشرک ها رو بد می دیدن. لیکن علیه پیغمبر صلی الله علیه وسلم اینها اتحاد بستند، اینها یک جایه شدند. تمام نمود فیزیکی و معنوی و مادی برای محو اسلام، برای نیست و نابود کردن دین مقدس اسلام، همراهی پیغمبرش و پیروانش، تمام راه ها را دیدند، لیکن مغلوب شدند. روزی بود که اون مسجد، در آن مسجد یک پیغمبر صلی الله علیه وسلم بود. روزی بود حضرت ابوبکر و حضرت خدیجه اسلام قبول کردند، حضرت علی اسلام قبول کردند، حضرت زید بن حارثه اسلام قبول کردند، حضرت عبدالله بن مسعود اسلام قبول کردند. گفتند که کنت سادس الاسلام، من ششمین اسلام بودم، از شش یک حصه اسلام من بودم. کم بودند، پنهانی همدیگر را دعوت به این دین مقدس اسلام میکردند. دینی باطل، عقیده باطل، مانند اون درختی که ریشه ندارد، با آمدن یه شمال از بین میرود. اما این دین مانند کوه در این قدر سالهای سپری شده در برابر طوفان‌ها و دشمن‌های گوناگون مانند کوه استوار قرار دارد.